وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. در مسجد و در کعبه به دنبال چی هستی؟ اول تو بگو قلب کسی را نشکستی. این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه ما گشنه و ما سیر بخوابیم. ای وای حاجی، کجا دائم دمادم حج، کجا دائم دمادم از پی معبود میگردی؟ خدای امروز در کوچه های شهر ما شاید تو را جوید حاجی. سلام علیکم برادرای عزیز. انا چخل میبینین ما از در خونه محمد جان شونیم. بسیاری در کامنتر ویدیو نمی اخیران که پرتوفتم نویسونده هستن که برای چی ما سوم میپرتویم کارتا در نمیگذره، کارتا محکم است. انا میره التماس گوش کنین و همش میگم انا سومی همی اپا چند خیلی جمع شده کروچی سوم دزدی کردن. بازی همش میگیم چخل دزدیدن برای چی چیکو کردن، همش پول میگیم پیش ای گپ سر کردن. یک چیزی گره بگم برادرو، انا یک کامنتر در نویسونده که برادر جان ته ویدیو خیریوی کده سای موجرا خشون دایی قدر پرابلمای انا ته بو گرفته مو دا چکه سای ویدیو خیریوی که یوردم کنین تو دسته. انا ایرا بگم برادر جانو که اولش که هر یک مردمی تاجیک که فر نداره در کجای روسیه قرار داره، انا الله همه تا نگهبان باشه. ما مثال بعدی که همین چیزا ما هم دیدیم به حد زیق شدیم، برای که همش برادرای مسلمان مونای برادرای تاجیک مونای الله همش مشکلیشون آسان کنه. انا برادر جان یک خیر هم مجبوری هم نیست، کدومش که خیر براحت تر مثال داره مثال امو خیر میکنه. انا بگم که در مبین 11 ساعت وقت دین ویدیو را پرفتیم 11 ساعت ده بگم 3,500 سامان جمع شد برادرو. در بین 11 ساعت در همین محمد جان 3,500 جمع شد. خلاص که انا ما در کلوب بودم حدیثه روز ما همش نقل میکنم باید اپا پرابد میگتون ما در کلوب نوارکنی در بودم. انا خلاص که اپا زنگ زد نه نوار سر میکنم پیش بگم نوار سر کردن تلفن ما رژیم پلیاد میپرتون که در وقتی نوار کردن شتوب یکون که زنگم نزنه. پیش رژیم پلیاد موندن که اپا زنگ زد گفت که بابو جان یک از گانده خرسانده یک از زنگ زده یک خبری خوش. گفتم چیه اپا؟ او یک از زنگ زد کروچی باید کمک کنن همه چند هزار. اوجه ما فهمیدم که هسته که ماشینیکوزی بگم او شرکتن همه ماشینیکای تلفن قطعشون کامپیوتر قطعی ایخچون اوفیس دارن کامپیوتر و اوجه اسپیسیالیستن و لوبوی خیلی میفهمن. بگم و توقع تاجیکستان ازبکستان دیگه دولت ها دانی همه خیلی ماشینیکن ویدیو را تماشا میکنن. لوبوی همو دمایی که میگن خیر کنین نمورا میگه کارتاتون را زنگ میزنه میگه کارتاتون را روی که یا خیلی میکنن با نمره تاجیکستان. بگم که کشلوک کارت را میشکنن سومش هم میگیرن نمره تاجیکستان. وقتی او آدم زنگ میزنه میگه اکا ما یک کم بغل من نمیفهمم چه زوره یا نمود اوجه خکرن و یک راهوی خطی میگیرن که درک نمیوی. ما نمره را داو کم یافتیم نمره واویلون به دست همون کارتایی که سوما پریوت کگیه نباشه و وابشه روسیه نه که نمره تاجیکستان قطعی خیلی میکنن خیلی ما نمیدونیم وقت چون خکرن میفهمن. کتوی گپ همی که او بچه را زنگ زدیم و بچه میگه کم خیلی ایلیل نبودم یک کم بغل من نمیفهم چه زوره من نمیدونم هیچ خیلی ای مثال ما کارتا هم در جه ندارم میگه نمره همون قطعی خیلی کدن من نمیفهم مخی وقت چون نفهمن. اگر خلاص کتوی گپ همی برادرو که 3,500 یه اپرا فریب کدن یه اپرا دروغ گفتن که ما یک شرکت هم کروچی تا کدک صورت بگی خونتون صورت بگی بعد کدی پاسپورت گفتن رقمی کارتاشون گفتن نمیدونم باز اپا خودش با میفهمونه روی کنه گفته متدا کمک نمی چند هزار
بعد ما گفتم شما روی کردین گفت گفتم اگر این سوم تمام اوجه بین رفت گفت چی خیل ما گفتم او ماشینی کن و روسن گفتم روسی گفت زد گفت گفتم значит سوم دست دادی من میدونم که چند کسی اول کردم او زنگ میزنن اما ماشینی کو زنگ میزنن مگر کد کارت بگو ما همش میفهمی اپرانی فهمونده بودم که نک باور هیچ کس даже ما کد همو چهار رقمه پاسپورت ما که بگو مرا نگو کد چنده یا که 6 رقمایی که SMS در چی میآید اون مخصوص به همون چی خدت با پریلوژن وی میکنه ما گفتم یا که 6 رقمایی که در SMS سیم کارت میاد دو بار این خود شویده فهموندمش که یکی او 6 رقمه یکی 4 رقمه پاسپورت کارت را یگون انسان نداده او بگونه یاتر مدنیت کوتا انا خلاص که اپرا فریب میکنن ما درک ندارم در کلوب نورکنی دایم فریب میکنن کد میگیرن یاپا یا وقت مرا ایگا پاگو گفتم شوستری بخیر برا گفتم رایون ببین کو چی گپای میروا که بگم همون کمپانیاش میروا اوجه سوما سنمت کگی گرفتگیان انا اوجه دیر کرد بعد من خودم اومدم ای کلوب در خونه شاو در رسیدم راستی گپ همین سحر خی بگم رفتیم نمره نو گرفتیم اپدا با پاسپورت خودم نمره با پاسپورت خودم گرفتم کارت را با نام همین خودش گرفتیم سیم کارت را با نام ما گرفتیم انا کارت دشمستی را با نام فامیل خودش کردیم خلاص که کارت نوش گرفتیم اوزی شمه مونم خب با اپرا فهمونم که دیگه یگان انسان نت یا با فریب خوردی دیگه هیچ کار نتکودا خیلی نصیب تقدیرش دامی بوده نه که همون آدمی که همی کار کرد همون محمد جان دایی حالای انشالله که او سوم چند وینای او دا بگیم که ضرر میوره انشالله نه که چی در کاره برادر خیلی میدونم که اون مسلمان هم نیست او آدم او وابشه او خیکر میگن خکر میگن او وابشه مسلمان نیستن او خچون اوروس هم بگیم او داجه روسای خچون همی خیلی کارتاوشون فریب کدست کنش سلمت میکنن یا تمامی تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان همین دولت‌های آسیا همش دا و زنگ بزنن کارتاشون فریبشون میکنه سومش میگیره کوتاه گپ خیلی برادرو از همین اپا معلوماتی پرش با میگه که چی گپ شید چی خیلی شید حکما کلوب دادم همین خبر میدونم همین خیلی گپ شید در شازی اپا میگه که او چیش گفتن و ماشینیکو چی گپ شید از همین اپا همش میگه کو اپا همین برادرو در کوی بفهمون چی خیلی شید چی گپ شید یک بخشوتر بفهمن. سلام علیکم به همه آدمایی که برای بچه ما کمک خچم رسوندن زنگ زدن حالی بچه ما پرسیدن هزار رحمت به همه آدما میگم نکی خیلی در حقیقتا نمی گپایی که چیزی که گفت همی گپا را راست گفت ما دمی با یک دیرم خیلی من محتاج بودم بچم در نمی وضعیت بود ما باید تنگزار بودم گفتم بچه ما توبت کنم ما در چند قسم روی کدنگ سبچین دادن بعد یک روز زنگ زد ما گفت یک شرکت ما کمک هم تاریخ ما میرسونیم ما هم تاریخ معیوبا را توبت میکنیم صورت بگی گفت خونه تو نبوده که با واسه بچه روی که گفت که کپی پاسپورت روی که ما کپی پاسپورت روی کردیم بعد تلفن کردم ایده گفتم که اکا خیلی نشما کجای دارین گفتم این سوم گذشته سای بچه ما در رحمت کلون که خیلی نقدر شما کمک کردین مرا این آدم دستگیری کردستن ایگاش گفت که کی کمک کردست این دوفر گفتم که یک روز زنگ زد گفت خیلی حوزی بخیر برا گفته که سومت نمی یک داره در کارتد رفتم که در کارتم یکم دیرم نبدد خیلی در رزق بچه ما هم نبده بچه ما را که نصیب نکرد ایشالا او دم نصیب نمیکنه کدومیاسی حالت ای حال بچه مدام بدتر شوه به نشوه ما دیگه چی گفتم میتونم دیگه هم کد که خیر کد خدا خرش پرورگاه 10 برابر قبول کنه هزار رحمت میندارم با هم با کدومی که خیر نمی حالی بچه ما رن دیدین کمکتونه با رسونده میتونین پرورگاه جای ورم با 10 برابر بگردونه. خب برادرو چخیل دیدین راستی گپ خیلی کدامی باشه زیق میشه من راست شب ما خودم نوارکنی دا بدم در کلوب دم نبودم یکی اپرا ما خودش این شویده بخدو ما 2 بار گفتمش که التماس کدامی کد میگن نتش همین خطاگی که پیشکی ما در یک بار زنگ نزده که بگه که خیلی بابا جان چکو کنیم همین خیلی آدم کمک کردنیه اوجه ما خودم میدونستم که او ماشینیکان نه که مرا نگفته سرزه گفتگی او را کده تا رفته که
بگیم که اوج سما و سنمات کداگیان بعد نمره را دشنبه سیتی گفتیم اپام تای پرابلمای گرفتیم نمره امو آدمی که چرا زمو پیرو چیدگی او آدم زنگ میزنیم ای خیلی ولایت سوق دایلی بوده میگه کجان با خدام ما خدام یک آدمی کم بغلم ما یک جو میفهمی خیلی چیزا را من نمیفهمم و امی خیلی چی هستن که با نمره چرا نمره تاجیکستان خدمون که تو تاجیکای کمک میکنیم این سروسه نباشه و روسیه یا تاجیکستان است او ماشینیکو یک کس دکس نیست که او را بکوی بیوی و گفتم که آفیس ایخ چون دارن یک چی کلونن و چی میگن آفیس کلون دارن میخواه گروپ کلونن مافیان و انا خلاص که امی تمامی دولت ها را همی خیلی فریب میکنن در روسیه دن این کار به حد بسیار شدگی ما با خواهش میکنم برادر جانا همه احتیاط کنین هست آدمی که کارت زنگش میزنه میگه که تای فلان نمی چند قدر برد کردی کدی کارت روی که ما کارت دستم روی کنیم یا همش فریب برادر رو هست سه نفره همونجا دشنبه سیتی چند کس گفت 160,000 کارت هم دارو میگه یا رو زنگ زدن میگه که تای نمی چی برد کردی امو کدی کاره گفته یام گپی زور گفته گیشه گفته که اگر 1 میلیون که ببرم کدی کارت نمیتم میدونه که ماشینی کن این چیزا را میدونه برای همین احتیاط کنیم برادر جانو فرق نداره ته 10 سوم داری کارت ده چند سومی داشته باشی او وقت کشلاک تمش کنه تر دیگه که سومت میپرتوی سوم پون او دا میرود ته ده نمیویا برای همین پروسه کارت به نام فامیلی خودت بو میتونه با کارت چند کس دیگه را فریب کنه سومش استیمات کنه پرابلم وقتی او جلب میکنه اونجا زیافلین مینویسونه اونجا میبره کارت نام فامیلی تو برای همین خواهش میکنم 1 سوم که داشته باشه کدی کارت در نامو ماشینیکایی که روسی گپ میزنن و تاجیک نیستن برای همین احتیاط کنیم برادر جونو این همین افاین با خدا در 11 ساعت همین برای روز ما ویدیو را پارتوفتیم در بین 11 ساعت الله همه برکت به کسانی که خیر کردن همین محمد جان دا بگیم که امو 3,500 در 11 ساعت جمع شد امو 3,500 گرفتم بعد ما یا پر روی کم قطعی امو کمپانی گپ زدم گفتم التماس اکب گیرین همین کارت را پانی محکم کنه که ذکری چکنه که دیگه هیچ کم مبلغ پرتوفته نتونه چی در کار مردم خیر گفتم پرتوه دا او چیو میروه فایده دنه او بودا میروه کشلوک شکستگی است انا برای همین برادر جانا خواهش میکنم بسیارا نویسوندن که ای تو مقصد گپای بیزه نویسوندن که چی با ما میپرتویم نمیشه فکر کن که می یگون چی کردم نه برادرو من میفرد که محمد جان به سومونا ای همین اوزی اپام کوشش داره که همین 3-4 ماه که وقت داره همین را لیچنی کنیم همین هم جون کنیم داره چخیل من میدونم مسلمانای خون هیچ وقت کار نمی اگر یگون تا ناانصاف نباشه اگر این کار کردن نمیتونه محمد جان در او حال بینه و خیلی امرا فریب کرده بگیره برادرو خواهش میکنم برادر جانا چند خیلی میتونن ای برای الله همین محمد جان طفلی خورده کرده یک کمک خطونه برسونیم برادر جانا انشالله که نه قطعی همین اپا هر دمون رفتیم همین کارتای نو این همین روز گرفتیم این یک چند ساعت پیش این همین را گرفتیم انا کارتای نوی دشنبه سیتی نه برادرو همین نو گرفته ایمش برای همین برادرو باز ما کد کارت را میمونم این کارت نمرش چند بده پا همین نو گرفتگیمون کد کارت چند بود؟ نه با کدوم نمرو بود نمرش یا برمین برادرو نمرو را نو گرفتیم راستی گپ از زیاد نمیدونیم نمرو را در همین جایش نوشتگی بود اینا برادر جانو امروزی یا پچش آوردک یافتشینا از نمرو را میگن نمرو را برگو اپا خدر 109 94 94 62 یا برگو اپا تکرو 109 94 94 62 اینا برادر جانو اینا یک کارت تنیا بر پانی کوچا برگو اپا 97 62 راست 97 62 301 14 33 47 73 اینا برادر جانو اینا یک کدی کارتا کدی دراز چایکو بالای کارتا ایش کدی کارتا خچای اوش رقمای تلفنی که در دشنبه سیتی بگیم پیوست کرده بیای ما ایجول هر دشنبه مونم کدومی چند قدر میتونین برادر جانو بگین چه دستون میرسیدگی خیرتون کنین ان شاء الله که
انا خیلی بهترین میشه در ماه شریف رمضان. برای همین گفتم که تستر نوار بکنم که مردم اونجا فکر کنه که من خودم چیکاری کردم نوار کارتر کی پل نگذاشته چند کس نویسنده است به ماشین چی به سوم نمیگذره از بلاکری و تا ما خودمون را محکم کنیم که سوم داو ماشینی کنه رونده. خب برادر جانو ویدیو در روز بعد نشوه با میگم که کدامی که در شهر غریبی انا الله همتون نگهبان باشه انشالله بخیر هر یک پستی انشالله که میگذره همه چی میگذره. انا بعد بسیاری آدمایی که نوارای ما را تماشا میکنه در کانال ما ابونه شدگی نیست برادر جانو خواهش میکنم کو همین نوار دا بینیم همین پادپیسچیکای ما اوجه 7000 گذشت کو بینیم همین نوار دا 10,000 میشه و پادپیسچیکای ما انشالله که با ما کوشش میکنیم که با بسیارتر آدما را برین دستگیری کنیم. انشالله ما باور دارم که هر یک آدم تماشا میکنه برای الله کانال ما را دستگیری میکنه. خواهش میکنم همین کانال در پادپیسات سکنین انا لایکاتون بمونین. ما لایک با چی خاطر میگم هر ویدیوم دا ما میگم که اینم یک لایک ته برادر جان سبب میشه که ویدیو هم محمد جان جانچا انشالله که با بگیم که پهن میشه یا تو میگیری پدلیت میکنی در ایمو واتساپ تلگرام اینستاگرام فرق نداره تو دیگرو در پدلیت میکنی اینمی سبب میشه ویدیو تستر پهن میشه. تو میتونی یک تنه 10 تا کامنتاری بنویسون در اختیار تا لایک یک تا میتونی کامنتاری 10 تا کی بنویسونی من همون خرسان میشم. التماس برادر جانو چند تا 10 تایی میتونین 5 تایی میتونین کامنتاری را بنویسونین کسانی که خیر کردن میتونی اپا همین نفرایی که خیرتون کردن با دلش خیر میکنن امور یاد میدودین. خیر من 1000 بار گفتم با می ندارم ایم آدمایی که خیر کردن خیر خودشون رسوندن کمک نرسوندن حتی زنگ زدن حالی بچه من پرسیدن من 1000 بار می ندارم خداوند فرزند سالم شم تا ابد پروردگار کسی که با خیر خچه می رسونه پروردگارم بچه من به پا بخیزه بچه من 4 ماه سراغ داره خیر در نصیبش همون سوم نبده همین چیزی که در رزقت نباشه چی کار کنی گفته گرفتش نمیتونی خدا جزای او را بتایی چی گفتن نمیتونم. پروردگار یاد گفتم کود یا در تاجیکستان یا بره نه تاجیکستان کدامی که در جای باشن الله نگهبانشون باشه. پروردگار سوق سلمه به پیش فرزندای خودشون بر بگردن کسی که همین خیر کده خرش 10 برابر بگردونن خیلی کمیش که بچه اردوی دارن به اردوهاشون برسن این بچه همه سوق سلامت پروردگار به همین وطن سوق سلامت برگردن به سر بلند به پیش فرزنداشون برگردن. پروردگار همین فرزند من در همین حالت دلی من زیق همین سومی بچه من را که گرفته پروردگار خیلی گرفتگی دم نصیب نمیکنه انشالله رحمانو نکی کدامی که کمکت ایما می ندارم 1000 بار رحمت کم زنگ زدن می ندارم. خیلی پروردگار دیگه چی بگم خداوند کسی که کمک خچه میتونه بچه نیزورتش کمک کنه بچه من فلج نشوه و راه بگرده در رجوع محتاجی من نکنه بچه من. آمین. آمین. انا برادرو این اختون بینین این همه راستش میکنم نگه کنین خیلی کسانی که میفهمه کم بشن باشه بگه معلومات دور امی چیزا را میفهمه خیلی خودمون در بسیار در تاجیکستان فلج چربنای دولینی خیلی چیزا به حد بسیاره اینه بین روی کخش رو وقت میخنده نگه کنین برادرو کشروگی بچه را انا نگه کنین برادرو روز به من نشانشون بتم نگه کنین برادرو اینا یوجه همسالای راه میگردن همسالای راه گردون های نگه کنین دیدین برادرو اینا همسالای راه میگردن این عموما پاشنه این سرش میتی میره و برادرو فلجه هموی صبح دیدین برادرو ایرا باید مساج میگن بکنن سومی کلون در کرای مساج اپراتسا چیکارش کنن نکنن اپراتسا همش در از خود کلون در کرای انشالله همش خوب میشوه این همی حال در برادرو با ما میگم که کدامید که خیر کردین ای برای الله چند خیر کردین همین 3,500 جمع شد گرچند ماشینیکا هم سوما گرفته باشن ما می نداریم که شما به طرف نبدین کمک کردین خیر الله خودش رو جزاش میده ما یگان چی نمیگیم حقارت گپ به زبان نمیگیم باقی در پناه الله باشین کدامید کمک میکنین کمک کنه الله قبول کنه کدامید که کمک کردن نمیتونه در حق فرزند من دعا کنه که دعاش ما غریبا مستجاب میگرده بچه ما یک ساز میشه و بس ما ساز نشید ممکن بعد دعای شما ساز شود
الله.